ای غریبان، از خدا خواهم برای کارتان. کاش بنماید خدا از شادی ها سرشارتان. دایما دار تلاشی رزق فرزندان خود، دور از یار و دیار و خانه و دیوارتان. همنشینی مرد باشد، مرد مانید تا ابد، تا که نامردی نخواهد ذره آزارتان. بار دردی زندگی را می کشد مردانوار، خار گردد هر کی می خواهد نماید خارتان. دوست دارد یک دیگر را زندگانی یک نفس، بر نمی گردد زمان عمر ناتکرارتان. جان خود را احتیاط بنموده باشد در امان، مادری بیچاره دایم تشنه دیدارتان. محکم پر درد هجرانی غریبی دیده است، او محبت را به نظمش می کند اظهارتان. ای غریبان، از خدا خواهم برای کارتان. کاش بنماید خدا از شادی ها سرشارتان. دایما دارد تلاش رزق فرزندان خود، دور از یار و دیار و خانه و دیوارتان. الله سبحانه و تعالی کل هموطنانی که در مملکت های بیرون قرار دارند، در غریبی قرار دارند، از خوف و خطر و از قصد نابکاران در پناه خود نگه داشته، در رزق روزی ایشان فیض و برکات نصیب گردانه و از عملهای زیشت در پناهش نگه دارد و صحت و سلامت به نزد پدر و مادر، یار و اقرب رسیده آمدند را نصیبی هر یکی شمایان گرداند. و نگفته دماند که مثل هایی که در بالا شنیدید از جانبی برادر ما اکی جمشید محکم پر ایجاد گردیده، الله سبحانه و تعالی قلم ایشان را بر گرداند و در زندگی ایشان فیض و برکات نصیبی روزه گرداند. با احترام دوست و برادری همه شما، امید رحمت.